اگه بتونی رکورد نگه داشتن بدن تو این حالت رو برسونی به 20 ثانیه و یا اگه رکورد تو اجرای این حرکت با این فرم رو برسونی به 15 تکرار و در نهایت هم اگه رکورد تو اجرای این حرکت رو برسونی به 10 تکرار، بعد گذشت 15 روز از انجام این تمرین‌ها تو میتونی بدن تو خیلی نرم از این حالت بیاری توی این حالت. حالا اگه بتونی رکورد تو اجرای این حرکت با این فرم رو برسونی به 15 تکرار و یا اگه بیای توی این حالت دستاتو بذاری رو 2 تا آجر، لگنتو تا جایی که میتونی بدی بالا، با دستات به آجر فشار بدی و پاهات از زمین جدا بشه و رکورد نگه داشتن بدن تو این حالت رو برسونی به 15 ثانیه، بعد گذشت 30 روز از انجام این تمرینات تو میتونی بدنتو خیلی نرم از این حالت بیاری توی این حالت یا از این حالت خیلی نرم بری توی این حالت.